سلام درود بچه‌ها، چطورید؟ امروز اومدیم یک ویدیو خفن بگیریم. خب بریم واسه آموزش نصب فری فایر روی پی سی. خب کار سختی نداره. شما وارد گوگل میشید و اینجا سرچ میکنید شبیه سازی که میخواید مثلا روش پلی بدید رو سرچ میکنید. مثلا ببینید من این انگلیسی یه دونه بلو استکس بنویسید، سایت اصلی خود بلو استکس میاد بالا، روش کلیک میکنید و ثبت میکنید بیاد بالا. من نمیدونم الان بدون وی پی ان هم نمیدونم چجوری آورد، ولی اگه نبود با وی پی ان برید. شما اینجا زده دانلود بلو استکس. اینجا وی پی ان میخواد. داره اینجا وی پی ان میخواد. اینجا وی پی ان داشته باشید، اینجا سرور نمیزنه. بعد که این اومدید دانلود کردید، همه کارشو کردید، همه دانلود کردید، اینجا دو تا بخش میاد. شما با این کار دارید. ببینید P64 بیت حتما باید این باشه. اگه این نباشه خوب نمیتونه به خوبی خوب کار کنه واسهتون. بچه‌ها اینو همیشه از من داشته باشید. اگه این واسهتون نبود که 100% هست. اگه این نبود، شما این پایین این بخش آبی رو میبینید، اینو میزنید. بعد این فرش نمیدونم چی اینو میزنید. آره دیگه ببینید میزنم دیگه بچه‌ها، انگلیسی مثلا ضعیفه. اینو میزنید، بعد اینجا میاد، اینو بزنید روش. ببینید 32 بیت داره، 64 بیت داره، P64 داره، اندروید داره، همه چی داره. شما این 64 شو استارتشو میزنید و اینو میبندید، ثبت میکنید تا خود صفحه لود بشه بیاد بالا. خب اینجا الان داخل تنظیمات هم بهتون میگم چی کار کنید. اگه نت یاری بده بیاد بالا. خب این اروری که اینجا صفحه میاد کلا به خاطر اینکه تو ایران هستیم ارور میاد. ارور رو یه دونه اسکی بزنید میره. خب اینجا مثلا شما الان فریو ندارید، میرید واسه دانلود کردن فری. میتونید از داخل پلی استور دانلود کنید، میتونید برید داخل کروم بنویسید مایکت رو که نوشید اومد بالا، بزنید دانلود بشه. اصلا چیزای سختی نیست اینا که من دیگه بخوام تا تهشو براتون برم. بعد که دانلود کردید میاد داخل مایکت، مینویسید فری و تموم میاره. چیز سختی نیست. بعد که فری آوردید دانلود کردید، نرید توش. من اینجا این دو خط اینجا رو میزنید و اینجا باز میشه واسهتون. این بغل گوشه صفحه راست این پایین تنظیمات رو میزنید، میایید داخل. سی پی آلیکتون رو مثلا شما مدیوم گذاشتید 2، میتونید مثلا های بذارید 4. ولی خب مال من 2 فرقی نداره. بعد اینجا مموری آلیکتونه که شما مثلا 4 گذاشتید، میتونید 8 بذارید، میتونید 4 بذارید، بستگی به پیسی تون داره که بکشه یا نه. اینم بگم واسه اف پی اس تونه. اینو میکنید 240، تیک اول تیک آخر رو میزنید، یه سیف چین میزنید، یه بار شبیه ساز رو میبندید، دوباره میایید داخل. خب وقتی که اینجا کارتون تموم شد، میایید تو بخش دیسپلی. اینجا شما 19 20 در 1080 میتونید بذارید، 16 20 در 900 میتونید، هر چی که دوست دارید میتونید اینجا بذارید. اینجا آقا خواهشاً این مسترده رو بردارید، این اصلا زیاد بکار نیست. خب بیاید داخل همین موسی ساده رو بذارید، دوره صفر چون تغییر بزنید و تمام بشه بره پی کارش. اینجا بخش 1 2 3 4 5می دیوایس و اسپیکر. اولی اسپیکر، دومی میکروفون. اولی رو میتونید واسه خود ویندوز دیفالت. اگه صداتون داخل گیم نبود بیاید اینجا تنظیمات، اگه ویندوز بود بذارید اسپیکر، اگه نبود که باید برید تو بخش سوند درست کنید. دیگه اینجا چیز دیگه این نمیمونه من بهتون بگم. دیگه دستکاری میکنید. یه چند تا چیزم داخل ستینگه که اونا رو فعلا اصلا نزنید، بهتر. هر کی هم میاد میگه اصلا چرت و پرت. خب بریم واسه اصل ماجرا. فریتون رو باز میکنید. اینجا 1 2 3 4 این عکس کیبورد داره، میزنید روش. اینو میبینید. اینو که کلیک میکنید، اینجا چیز باز میشه، دکمه‌ای که میخواید بچینید باز میشه. مثلا الان میریم داخل چیز بهتون نشون میدم. من
داخل ترینینگ بریم بهتون نشون میدم. صفحه باز بشه. خب ترینینگ یه لحظه اس کنم. من ترینینگ هم استمی کردم هم نمی کردم. 5 دقیقه داریم رکورد میگیریم. خب شما وقتی این صفحه واسهتون باز شد میایید داخل بخش تنظیمات، اونجایی که میخواید برید چیدمان بچینید. حالا چیدمان من اینجوری، هر کسی هم دوست داره هر چیدمانی میتونه بچینه. شما دوباره کیبورد رو میزنید، این بخش رو میزنید. وقتی که باز شد مثلا F و E و Q و اسپیس و اینجور دکمه رو مثلا میخواید بیارید روی صفحه. دهنمون کف کرد. اینو میبینید، چی میگی تو سیکتر کن. اینو میبینید، اینو اینجوری بکشید بیارید بندازید اینجا. اینو بکشید بندازید اینجا. هر دکمه ای هم که بزنید، مثلا من الان F رو میزنم، ببینید F اینجا اومد. F رو میتونید بذارید روی هر چی که بخواید، روی گان، روی نمیدونم بکپک، روی نید، روی ووکس، هر کجا که دوست دارید. خب این از چیدمان دکمه ها. حالا میگم بعضی آقا ما میخوایم تیر بزنیم نمیاد. مثلا چجوری بگم، مثلا با کلیک چپ بخواید تیر بزنید نمیتونید تیر بزنید، واسه خیلی این داستانه. من یه دونه فایل آموزشش هم خواستید میذارم براتون. اینم اون فایل رو من بهتون میدم. میایید اینجا اینو میزنید، اسمارت اینه این هیچی. این پوشه رو میبینید، پوشه رو بزنید اینجا نگاه کنید، یه همچین فایلیه. خب من بهتون میدم میندازید و اون واسه کلیک چپ موسه که میخواید تیر بزنید این رو صفحه میاد دیگه. نیازی نیست برید پاک کنید شبیه ساز و هر چیز دیگه. برای WASD هم میتونید اینو بندازید. نه این نیستش بچه‌ها، ببخشید. WASD کجا بود؟ آره WASD هم میتونید بیارید، میتونید اینجا عوض کنید ویو، مثلا هر چی که دوست دارید دیگه بذارید دیگه. تنظیمات دیگه هم نمیمونه بچه‌ها، من بهتون بگم. و هر کجا مشکل داشتید کامنت بذارید داخل همین ویدیو یوتیوب هم من جوابتون رو میدم دیگه. 0 تا 100 من دیگه بهتون ریز و بندشو گفتم. هر چی هم کامنت گذاشتید من جوابتون رو میدم. فعلا